درود بر شما ایران پرستان عزیز. هفته دیگه 15 تیر ماه 3 سال تیم رودست تموم میشه و وارد 4مین سال فعالیت خودمون میشیم. در ظرف این سالها برنامه‌های زیادی رو درست کردیم با مطالعات بسیار گسترده. به همون فحاشی کردن، اتهام زنی کردن، تهدیدمون کردن، اما اینا برامون مهم نبود. برامون مهم این بود که دوستان و ایران پرستانی رو به عنوان یار کنار خودمون داشتیم و برامون این مهمه که به شما میهن پرستان عزیز چه چیزی رو تونستیم یاد بدیم. به همین منظور تا هفته دیگر که جشن زادروز تیم رودسته، از شما عزیزان میخوام پیام صوتی تصویری خودتون رو برای ما ارسال کنید و بگید در ظرف این سالها که با تیم رودست آشنا شدید چه چیزی رو یاد گرفتید. اینها رو برای من میتونید از طریق تلگرام امیددانا 84 ارسال کنید. اگه در ایران هستید در ویدیوهایی که میفرستید تلاش کنید مکانهای عمومی ایران رو نمایش بدید و صورت خودتون نیفته و پیامتون رو برای ما ارسال کنید. ممنون از این که هستید، ممنون با این وجود که این همه حمله به ما کردن در کنار ما بودید و باعث شدید که نخستین جریانی باشیم که بدون حمایت هیچ رسانه‌ای یکی از مهمترین برنامه‌های سیاسی موجود ایران باشیم. سپاسگزارم.